سر ترکا در کوچه ها مردا جوانا پیرا در روی ترک افتادگی است. چه رقم مسلمانی، چه رقم دولت، چه رقم کشور است. خدا و شما میشن اولادار هستم کمک بکنین دیگه. شوی وقت کشتن. میخواستن که مردم ما را باز در چالش بکشونن، تمام نقاط کشیدن. 4 دفتر رسانه‌ای در کندوز یا آتش زده شده. برام خدا و با عرض سلام به تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان از شبکه جهانی آریانا نیوز با من نسرین جوینی خوش آمدید. فرماندهان ارشد نظامی در ولایت کندوز میگویند تا فردا طالبان از شهر کندوز بیرون و نهادهای دولتی فعال خواهند شد. فرمانده عمومی پلیس نظم عامه در کندوز یادآور می شود که حراستگران طالب به ناموس مردم تجاوز کردند که انتقام آن را خواهیم گرفت. دقایق پیش همکارم نصرت پارسا با 2 مقام ارشد نظامی در کندوز گفتگوی ویژه کرده است که توجه شما را بدان جلب می‌داریم. همین کنون ما در کندوز هستیم. از شدت جنگ در کندوز کاسته شده و آنچه را که مقام‌های نظامی افغان در کندوز میگن طالبان در حال عقب نشینی و فرار از کندوز هستند و تلفات سنگینی را متقبل شدن. برای جزئیات بیشتر با 2 تن از فرماندهان نظامی که به کندوز آمدن صحبت‌های داریم که از اینا میشنویم. نخست با آقای مراد، وضعیت در کندوز فعلا چگونه است؟ اگر خیلی کوتاه بگویید. تشکر از سوال شما. ما امیلازی که صحبت میکنم برای همشهریان کندوز و برای مردم افغانستان اطمینان میتونم که وضعیت در کندوز حالت عادی خود گرفته و مردم میتونه که به زندگی عادیشان آغاز بکنه. تمام دوایر دولتی کارمندایشان به دفاترشان رفته و تدابیر امنیتی شدیدی هم در شب و هم در روز و هم از هوا و زمین بالای شهر کندوز جریان داره. یعنی گفتنی شما چیست؟ آیا فردا وضعیت عادی خواهد شد؟ مردم خواهد تونستن دکانا را باز بکنن؟ یعنی فردا شلیک نخواهد شد از طرف مخالفان؟ برای مردم ولایت کندوز گفته میتونیم که فردا اونا میتونن در دکاکینشان و میتونن در خانه هایشان پس دوباره زندگی عادیشان آغاز بکنه. یکی شلیک میشه اونا همیشه عمل تروریستیشان از راه های بسیار دور یگان فیر میکنه یا یگان جای در بعضی خانه هایی که هنوزم افراد غیر مسئول است اونا هم این فیرار انجام میده که باعث نگرانی مردم میشه. ما با تمام افراد غیر مسئول هشدار دادیم کسی که فیر میکنه اونا از طرف نیروهای امنیتی ما دستگیر و مجازات خواهد شدن. جنگ کندوز چرا اینقدر طولانی شد؟ و یک گپ دیگر اگر آقای مراد مردم بالای شما اعتماد دارن اگر صادقانه بگوین چرا 2 روز بعد از اینکه کندوز در تصرف طالبان ماند شما آمدین؟ چرا یک روز در روزی که سقوط کرد نیامدین؟ اگر شما می آمدین یعنی با آقای پیکان احتمالاً وضعیت خوب می بود. ما در شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان قول اردوی 209 شاهین داریم. نیروهای امنیتی پلیس ملی و پلیس نظم عامه پلیسین در مجموع داریم. ریاست های امنیت ملی رو داریم. در هر جایی که یک مشکل پیش میاد دفعتا نمیتونه که رهبری وزارت دفاع و رهبری وزارت داخله در اونجا چیشه. اما عملیات کندوز ایجاب میکرد که باید رهبری وزارت دفاع و وزارت داخله در اینجا با حمایت نیروهای امنیتی و فرماندهان نیروهای امنیتی محلی در اینجا باید بیاییم. به خاطر از که عملیاتی که این دفعه در کندوز آغاز شده بودن و جنایت را که ما قبلا گفته بودم جنایت نابخشودنی را که اونا در کندوز انجام دادن ایجاب میکرد که چنین عملیات را ما باید رهبری بکنیم و اونا را به کیفر اعمالشان برسونیم. یک موضوع طالبا به چهاردره میگن راه دارن که زنده برن به چهاردره. شما چی خود کردین؟ چقدر تا هنوز کشتین و برنامه شما برای آینده چی است؟ برای ما بسیار مهم است که اول خانه های مردم اونایی که بسیار آسیب دیدن و متضرر شدن و متاثر هستند ما اونا را یک آرامش روحی برشان ببخشیم. ما با سراغ اونها چهاردره که قبلا هم عملیات کرده بودم او فراموش از اونا نشده. هنوز اون خونای اونا را که در چهاردره ریختانده بودیم هنوز خشک نشده. ما به سراغ از وا چهاردره نکی و همای کندوز خواهد رفتیم. انتقام زنان، کودکان و مردان و حتی خانمایی که تجاوز شدن به گونه بیرحمانه این انتقام را خواهد گرفتین از طالبان؟ ما مردم ولایت کندوز تسلیت عرض میکنیم و از مردم ولایت کندوز معذرت میخواهیم که چون شرایط ایجاد شد و قاتلین مردم کندوز اونا تانستن در اینجا راه پیدا بکنن.
یعنی از درون کسی اونا را میگن همکاری میکرد؟ ما عمال داخلی که اونها را دادن، اونها را به تعقیبش هستیم. تمام نیروهای کشفی خود مطابق هدایت رهبری و زعامت افغانستان اونها را وظیفه دادیم که اونها را شناسایی بکنن. جناب پیکان صاحب، تانوس چقدر طالب را نیروی امنیتی افغانستان کشتن و برای پیگیری طالبا برنامه شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما احترامات خود برای تمام هموطنان خود از طریق تلویزیون شما تقدیم میکنم و شما هم قدردانی میکنیم، خاصا برای هموطنان عزیز خود در ولایت قندوز. ما از زمانی که رسیدیم، البته ما مصروف جنگ علمند بودیم تا که رسیدیم جناب منصف ما یک جای آمدیم. در اینجا تدابیرایی که لازم بود ما گرفته شد، عملیات آغاز کردیم، عملیات اثرگیری را، و تا فعلا ما در هر موضع و در هر سنگری که کشته میشه اکثرا جسدهای افراد اشخاصی است که حتی چیرش به یک افغان نمیمونه و اکثرش افراد اشخاصی نیستند که طالبای داخلی یا طالبای قبلی قندوز بوده باشند. و ما تا فعلا هر قامش بیشتر که تا روزهای گذشته داشتیم بالاتر از چند صد نفر طالب در قندوز کشته شده و از بین رفته توسط سلاح خفیف و ثقیل نیروهای قطعات خاص شما و پلیس ملی شما و پلیس قطعات خاص شما و اردو و کماندو و جمع پلیس نظم ما و همه با هم یک جای یک پلان منظم دارن که تا بتونیم اینا را کاملا از سایه پاک بکنیم و مردم قندوز نجات بدیم. این فردا کندوزی ها با طلوع آفتاب چگونه یک روز را خود داشتن؟ امروز هم روزی بود که بیشتر مردم در خانه‌هایشان بودن، حراس داشتن. فردا را چگونه شما پیش بینی میکنین برای کندوزی ها؟ ما بازم تکرار میکنیم که از زمانی که ما اینجا رسیدیم تلاش مایی است که ملت مردم قندوز خود، خاصا خواهرها و برادرای خود ما نجات بدیم. ما در روز شب گذشتم و ده ها تلفن داشتیم که در بعض مناطق کمبودها بود، بعض مناطق اطفالشان شیر نداشت، در بعض مناطق نان نداشتن و ما تانستیم که امروز توسط قماندان همه ما در بعض مناطقی که ضروری بود بسیار به سرعت بریم و در اوج کل مردم وحشی زده شده بوده، ترسیده بوده، کوچا در بعض خانه ها بریم برسانیم خدا و یک مقدار شیر ببریم، نان برسانیم برشان، آب برسانیم برشان. این تلاش کردیم و ما بازم برای قندوزی های خود و برای کل ملت خود اطمینان میتونم که ما اینا را هر شهر از این قاتلین مردم انشاءالله نجات میتیم. این عملی که اینا انجام دادن در قندوز یک عمل یک مسلمان نیست، یک عمل افغان نیست، یک عمل در وجود هیچ افغان هیچ جا بی‌ناموسی دیده نشده در طول تاریخ که ما بیشتر از 30 سال در نظام افغانستان. یعنی انتقام بی‌ناموسی طالبان شما خود گرفتین؟ این عمل بی‌ناموسانه اونا را که شما میگین؟ ما یک مسلمان هستیم، ما هیچ وقت به عنوان یک انتقام بالای کسی عمل نمی‌کنیم. انتقام هر انسان و هر مسلمان، هر بنده خدا را خود خداوند متعال میگیره و شما هر روز که شما را اگر ببینید در هر کوچه جسدهای از اینا را بوی گرفته و نشان میده جسدهای از اینا که اینا افراد اشخاص تجاوز کننده هستند، اینا کسایی هستند که اینا را خداوند می دنیا روشان سیاه کرده و سوختاندشان. آخرین پرسش، طالبان بعد از 14 سال تانستن یک ولایت را سقوط بدن و دار و ندار 14 ساله را از بین ببرن و کندوز حالا 14 سال عقب زده شد. یعنی از این به بعد طالبای توانایی را خود داشتن یک ولایت دیگه را سقوط بدن. آیا ولایت های دیگه زیر تهدید است در شمال افغانستان؟ ما در مجموع در 9 ولایت شمال افغانستان پلیس ملی افغانستان البته که صنوف مختلفش است، پلیس قطعات خاصش، نظامیش، پلیس امنیش و همه در پلی برادرای اردوی ملی قهرمانش و حمیت ملیش و خاصا مردم افغانستان تلاش بیشتر داریم که ما بتونیم امنیت برقرار بکنیم و بتونیم از اینا دفاع بکنیم و بتونیم در پلیشون باشیم و برای همکاری از اینا و همکاری از اینا ضرورت است به ما که تا ما در رابطه با شناسایی افراد اشخاصی که برای کشور صادق نیستند، برای کشور احترام ندارند، به عزت کشور، به ناموس کشور، در حقیقت اینا خائنین ملت هستند، خائنین هستند که اصلا عزت مردم افغانستان در نظر نمیگیرن. اینا در حقیقت بی‌ناموس هستند که اینا میان بالای افراد اشخاص خارجی رو میارن بالای ناموس مردم افغانستان تجاوز میکنن. ممنون از شما. آنچه را که دو فرمانده نظامی افغان در شمال شرق افغانستان میگن، فردا کندوزی ها یک صبح بدور از جنگ یا با شدت کم یعنی تلاش میکنن فردای خوبتر برای کندوزی ها برمغان بیارن.
با امید از اینکه فردا کندوزی ها یک روز خوبی را داشته باشند. تشکر. همکارم نصرت پارسا بود که با 2 مقام ارشد نظامی در کندوز گفتگوی ویژه کرده بود. والدامی خبرها. باشندگان کندوز یک فاجعه را نه بل یک قیامت را تجربه می کنند و هنوز هم در میان خون و بارود دست و پنجه نرم می کنند. شمار از باشندگان کندوز که از این ولایت متواری شدند می گویند جنگ در کوچه کوچه کندوز ادامه دارد و خانواده ها در این نبردها گیر ماندند. حتی آب آشامیدنی و مواد خوراکی نیز در دسترسشان نیست. در این حال آگاهان سیاسی و فعالان مدنی از حکومت انتقاد کرده میگوید که برای نجات جان باشندگان کندوز کار نکرده است. جنگ در ولایت کندوز هنوز هم به شدت ادامه دارد و بسیاری از باشندگان این ولایت در درگیری ها گیر مانده و با نبود مواد خوراکی و آب آشامیدنی دست و گریبانند. برخی از کندوزیانی که متواری شدند میگویند اگر جلو این فاجعه گرفته نشود بسیاری از شهروندان کندوز جانهایشان را از دست خواهند داد. برادر به لحاظ خدا و قرآن یک کاری بکنین این مردم نجات بدین از این حالت. این چی باید ساختی؟ من بمبارده من ماشینان در بدره خاک بسره شهر نور واخیستو بازارم خراب شو زنانم شهیدان شو ماشینانم شهیدان شو در کلار په چوکۍ ناستی در ولې دې ملت غم نخوري دا څه پاچا دی. تلاش بکنین مردم کندوز نجات بدین. هست بود زندگی مردم به تاراج رفت. زحمت تمام مردم کندوز در راستای مختلف تمام مسائل اقتصادی اجتماعی فرهنگی همه به باد فنا رفت. ولی امروز جان مردم کندوز، جان طفل مردم کندوز که ما شفاخانه نداریم، ما دوا نداریم، ما ترانسپورت نداریم، غیر از آتش دود هیچ چیز در کندوز نیست. این زن تازه به کابل رسیده است و خبر کشته شدن فرزندش را به وی رسانیدند. ناله می کند و توان صحبت کردن را ندارد. یک نماینده مردم کندوز که در واکنش به رویداد خونین این ولایت خیمه تحسن برافراشته است می گوید که وضعیت باشندگان این ولایت بدتر از آن است که گزارش داده می شود. امیدوار هستیم که به گفتار ما بالاخره باید توجه صورت بگیره و مردم کندوز از آتش جنگ دیگه نجات داده شود. مردم واقعا در آتش جنگ میسوزه. دود کندوز با آسمان بلند شد، خاک کندوز با آسمان بلند شد. امروز یک شفاخانه این است که زخمی بره تداوی شود. باور کنین یک فاجعه بسیار بزرگ از بالاتر از فاجعه میگم یک حالت است که قیامت مردم کندوز در دنیا دیدن. از سوی هم نهاد اجتماعی زنان افغانستان میگوید حکومت باید بیدرنگ به موضوع کندوز پایان دهد. دسیسه و پلانی بود که قبلا برش تریزی شده بود و او خائنایی که امی برنامه و پلان سنجیده بودن مردم کندوز، مردم افغانستان باید اونا را محکمه کنند. هر منطقه پر از سلاس و پر از زورمندا هستند. زمانی که زورمندا در اونجا موجودیت داشته باشه، مافیا در اونجا موجودیت داشته باشه، استخبارات‌های بیرونی در اونجا موجودیت داشته باشه، همون بسیار مشکل است که حکومت کنترل خود در اونجا آورده بتونه. در همین حال گزارش‌های وجود دارد که نظامیان افغان در مناطق تصفیه شده برای گیرماندگان جنگ غذای پخته شده و آب توزیع کردند. گفته می شود که این نظامیان تلاش دارند تا جان و مال مردم در جریان درگیری‌ها محفوظ بماند. آنده نظامیانی که در ولایت کندوز قطعاتشان را ترک و عقب نشینی کردند مورد مجازات قرار می گیرند. مسئولان نهادهای امنیتی در نشست استجوابیه مجلس سنا ضمن بیان این مطلب اعتراف می کنند که ضعف و ناتوانی آنان باعث سقوط کندوز شده است. وزیر داخله می گوید افغانستان با جنگ تبلیغاتی و استخباراتی مواجه است و کشورهای همسایه با حمایت از تروریستان و تبلیغات توطئه‌آمیز کندوز را با سقوط مواجه کردند. نشست امروزی مجلس سنا با تنش‌های لفظی به همراه بود. نشست استجوابیه مجلس سنا با تنش‌های لفظی میان مسئولان امنیتی و اعضای سنا همراه بود. شما هر دشمنی شخصی که دارید ببینید دشمنی تو بکنید. امی سوال دکتر معاون وزارت دفاع از نبود تجهیزات و امکانات هوایی شکایت کرده اعضای شورای ملی را انتقاد کرده میگوید که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان آنان هیچ طرح استراتژیک به خاطر تمویل و تجهیز نیروهای افغان نداشتند. اگر ما امروز یک گردوی بازدارنده می داشتیم هیچ کشور و هیچ استخبارات بالای ما شما تعرض نمیکرد. نه پاکستان، نه ایران، نه کشورهای همجوار که امروز بسیار با آسانی در امورات داخلی ما شما مداخله میکنند. امروز اردوی ما فاقد قوای هوایی است. ما نمیتونیم به وقت و زمان
به اکمالات کنیم، ما بتانیم حمایت هوایی کنیم. وزیر داخله نیز جنگ افغانستان را یک جنگ استخباراتی و تبلیغاتی می‌داند. به گفته وی در سقوط شهر کندوز تبلیغات و توطئه کشورهای همسایه که از تروریست‌ها حمایت می‌کنند جریان دارد. وزیر داخله تاکید دارد افرادی که از جبهه عقب نشینی کردند شناسایی و محاکمه می‌شوند. داخل کندوز یکی از قماندان‌ها قطعه خود ترک کرده بود، در چهاردره رفتن به طرف قطعات کشته بود، امیال محاکمه میشه و به چنگال قانون سپرده می. مستدی وارد چندین تا یک تعداد زیاد است که شناسایی شده. زمانی که دلایل چرا سقوط میکنه ولایت ضعف وجود داشته، جدی گرفته نشده. ما میتونستیم از کندوز دفاع کنیم و بسیار خوبی میتونستیم دفاع کنیم. نیرو داشتیم، بعد کافی نیرو وجود داشت. همچنان معاون شورای امنیت ملی میگوید که آنان هیچگاه مانع عملیات‌ها در کندوز نشدند. هیچ طور یک موردی نیست که در او خدا نخواسته فیصله شده باشه که مانع شده باشه و یا جلوگیری کرده باشند از عملیات، ولی برعکس به اساس مصوبات شورای امنیت ملی به ارگان‌ها در رابطه به اقدامات، تدابیر، اجراات و عملیات حکم داده شده. این در حال است که رئیس امنیت ملی در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان گفته بود که آنان 7 ماه پیش تدابیر عملیات علیه مخالفان مسلح دولت را در کندوز داشتند، اما بنا به دلایل این عملیات اجرا نشد. بیجاه شدگان ولایت کندوز از وضعیت بعدشان در ولایت تخار ابراز نگرانی دارند. آنان میگویند اگر نهادهای کمک رسان به دادشان نرسد فاجعه انسانی را خواهد داد. این بیجاه شدگان که از ترس حراس افغانان طالب فرار کردند میگویند تاکنون هیچ نهاد برایشان کمک نکرده است. با این حال مسئولان هلال احمر نیز از همه افراد کشور میخواهد که برای بیجاه شدگان کندوز اقدام به کمک کنند. هزاران خانواده فراری کندوز اینجا در تخار گرد آمدند تا از خشونت هراس افغانان طالب در همان بمانند. اینها که در میانشان زنان، کودکان و افراد کهنسال نیز دیده می شود، اینجا نیز در امن نیستند. این بانو که شوهرش را در جنگ کندوز از دست داده می گوید با کمبود نان و سرپناه مواجه است و کسی به خودش و کودکانش توجه ندارد. مهاجر هستم، 2 شب و 2 روز نان نیافتم، گشنه و تشنه تیر کردم در کندوز. این از این روز آمدیم، اینجا که خدا و شما میشن اولادار هستم، کمک بدین دیگه. شوی ما خود کشتن دیگه طالبان. اینجا هم شماری با هم در فکر رفتن به جای دیگرند تا کسی از دوستان و خویشاوندان چند روز برایشان پناه و غذا بدهد. این مرد که تازه از کندوز آمده وضعیت شهر کندوز را بحرانی خوانده میگوید باید برای آنها کمک عاجل شود. نه دکتر است، نه دارو است، نه درمان است، هیچ چیزی وجود نداره. کل از اینا بیچاره میمیرند. کسی حداقل نیست که مرده از اینا را برداره. در اینجا که آمدیم حدود بیشتر از 4000 نفر فعلا مهاجر هستیم در اینجا. نهادهای اندکی در تخار در تلاش کمک رسانی برای بیجا شدگانند، اما گفته می شود این کمک ها با ورود سیلاسای مردم کندوز اندک است. از همه بزرگا، از همه تجار، از همه کسایی که در رأس هستند، از او ما تقاضا مندیم با سری وقت تلاش بکنن به این مردم دستگیری بکنن. اگر همون دوام پیدا بکنن برای 1 هفته، برای 2 هفته، به اینا سخت مشکل است. حمله هراس افغانان طالب بر کندوز ضمن تلفات جانی، خسارات انگفت مالی را نیز به باشندگان این شهر وارد کرده است. با این حال این بیجا شدگان میگویند کسانی که در سقوط کندوز غفلت کردند باید مجازات شوند. طالبان مسلح در ولایت کندوز همزمان با جنایت‌های بزرگ بشری 4 دفتر رسانه‌ای را در کندوز به تاراج بردند و یا هم آتش زدند و نیز یک گوینده رادیوی محلی را کشتند. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که طالبان در ولایت کندوز خانه به خانه به دنبال خبرنگاران میروند تا مانع پخش واقعیت‌ها در این ولایت شوند. رئیس این نهاد از کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جهانی می‌خواهد تا رویداد کندوز را به عنوان جنایت بشری ثبت کنند. پس از حمله طالبان بر ولایت کندوز و سقوط این ولایت به دست این گروه، این رویداد با موجی از انتقادها به همراه شد. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که طالبان در ولایت کندوز به مردم و نهادهای عام المنفعه ترحم نکردند و جنایت‌های بزرگ بشری را مرتکب شده‌اند. رئیس این نهاد می‌افزاید که این گروه چندین دفتر رسانه‌ای را به تاراج بردند و نیز یک گوینده رادیوی محلی را کشتند.
4 دفتر رسانه‌ای در کندوز یا آتش زده شده یا به نحوی خسارت شده و چور و چپاول شده. از لحاظ حقوق بشری بین المللی نهادهای عامل منفعه در جریان جنگ باید مسئول باشند و طرفهای درگیر ملزم هستند تا این مسئولیت را خودشان به عنوان یک کنش، به عنوان یک عمل انجام بدن. شما شاهد هستین که متاسفانه یکی از خبرنگارای ما در تقریبا 48 ساعت گذشته و شهادت رسیدن، آقای پشتونیار که اونا گوینده یکی از رادیوهای محلی در ولایت کندوز بودند. از سوی هم دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از تعقیب خبرنگاران در ولایت کندوز از سوی گروه طالبان سخت ابراز نگرانی می‌کند. طالبان نه به موارد حقوق بشری و حتی نه به مواردی که دین اسلام با او صراحت داره پایبند نیستند و به اذیت شهروندان، به اذیت کارمندان عامل منفعه و به اذیت خبرنگاران پرداختند. گزارشات ما میرسانند که در موارد خانه به خانه طالبان دنبال خبرنگاران میرند تا از آنچه در کندوز اتفاق افتاده از پخش و نشرش جلوگیری شود. به تازگی عملیات گسترده در برابر طالبان در ولایت کندوز آغاز شده و بخشای از این ولایت هم از وجود این گروه پاکسازی شده‌اند. دیده شود که این عملیات تا چه زمان به درازا خواهد کشید و به نگرانی‌های مردم پایان داده خواهد شد. رئیس جمهور امریکا از آغاز تحقیقات کامل وزارت دفاع آن کشور در مورد حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز سخن زده است. با این حال رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد این حمله را نقض حقوق بشر بین المللی خوانده و افزوده است که اگر این رویداد عمدی ثابت شود این حمله جنایت جنگی محسوب خواهد شد. سازمان دکتران بدون مرز و ملل متحد خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در مورد این رویداد شدند. حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در شهر کندوز با واکنش‌های بین‌المللی نیز همراه شده است. مدیر عملیاتی دکتران بدون مرز میگوید که تمام طرف‌های درگیر موقعیت شفاخانه را می‌دانستند. وی خواستار وضاحت سریع و انجام تحقیقات بی‌طرفانه این رویداد شده است. چیزی که ما اکنون می‌دانیم یک حمله هوایی که از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان انجام شده سبب این واقعه وحشتناک شده است. از سوی هم رئیس جمهوری امریکا ضمن ابراز تسلیت به قربانیان و زخمی‌های این رویداد گفته است که کاخ سفید منتظر نتایج تحقیقات برای داوری نهایی پیرامون آن می‌ماند. وزارت دفاع امریکا یک تحقیق کامل را راه اندازی کرده است و ما پیش از قضاوت قطعی در مورد چگونگی این رویداد فاجعه بار منتظر نتایج آن میمانیم. من از وزارت دفاع خواستم که مرا از تحقیقات باخبر بسازد و انتظار معلوم شدن حقایق و چگونگی آن را دارم. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که در این رویداد 12 کارمند این شفاخانه و 7 بیمار کشته شدند و 37 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی هم دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از احتمال جنایت جنگی شناخته شدن این حمله سخن زده و خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد آن شده است. این حمله نقض فاحش حقوق بشر بین المللی است. اگر این حمله در یک دادگاه قضایی عمدی ثابت گردد، ممکن جنایت جنگی محسوب شود. این رویداد کاملا غم انگیز است. غیر قابل توجیه و حتی جنایتکارانه است. حمله بر این شفاخانه حوالی ساعت 2 بامداد روز شنبه در حال صورت گرفت که پر از کارکنان و بیماران بود. به گفته دکتران بدون مرز از سرنوشت شمار از کارکنان و بیماران این شفاخانه اطلاع در دست نیست. دبیر کل ناتو از این رویداد به شدت ابراز تأثیر کرده است. دکتران بدون مرز کارهای بشردوستانه فوق‌العاده را در سراسر جهان از جمله در افغانستان انجام می‌دهند. آنها نقش مهم را در کمک به ایجاد شرایط برای آینده بهتر برای مردم افغانستان ایفا می‌کنند. با این حال سازمان دکتران بدون مرز گفته است که پس از آگاهی دهی به مقام‌های آمریکایی و افغان هم بمباران این شفاخانه نیم ساعت ادامه داشت. گفته می شود که از داخل این شفاخانه طالبان شلیک می کردند، اما مدیر این سازمان آن را رد کرده و گفته است که درهای آن تمام شب مسدود بود.
درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در سرپال خاتمه یافت. عظیم قویاش سناتور سرپال در مجلس سنا که در خط اول نبرد است میگوید بیش از 100 تن از مخالفان مسلح از 3 استقامت بالای مرکز ولایت سرپال حمله کردند، اما پس از درگیری 1.5 ساعتش شکست خورده و به عقب رانده شدند. و گفته وی در این درگیری 1 فرد ملکی کشته و 1 ملکی دیگر و 2 پلیس زخمی شدند و به مخالفان مسلح نیز تلفات سنگین وارد شده است. سر 3 پست دشمن حمله کرده بودند. بیشتر از 100 نفر از دشمنان بالای 3 پست حمله ور شده بودند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی، چون که خودم من رئیس نماینده مردم در خط جبهه بودم در کنار نیروهای امنیتی، 1.5 ساعت زده خورد ادامه پیدا کرد. بعد از 1.5 ساعت دشمن شکست کرد. و اکنون هم چند خبر کوتاه از جهان. شهروندان قرقیزستان برای اشتراک در انتخابات پارلمانی کشورشان به پای صندوق‌های رای رفتند. در این دور انتخابات پارلمانی قرقیزستان 14 حزب و بیش از 2000 نامزد برای احراز 120 کرسی پارلمان رقابت می‌کنند. حکومت قرقیزستان اعلام کرده است که نزدیک به 2,700,000 رای دهنده پس از دریافت کارت‌های هویت الکترونیکی ثبت نام شدند. این نخستین بار است که مردم یک کشور آسیایی به وسیله کارت‌های هویت الکترونیکی در انتخابات رای می‌دهند. با این حال ادعاهایی در مورد تقلب در انتخابات قرقیزستان نیز وجود دارد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از مداخله نظامی روسیه در سوریه ابراز تأسف کرد. کامرون گفته است که روسیه میان گروه داعش و گروه‌های اپوزیسیون مشروع تفاوت قائل نشده است. از این رو تنها به اسد کمک و اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. پیش از این مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا گفته است که تنها یکی از هر 20 حمله هوایی روسیه در سوریه شبه نظامیان گروه داعش را هدف قرار می‌دهد. مقام‌ها در بنگلادش ادعای گروه داعش را مبنی بر دست داشتن این گروه در قتل 2 تبع خارجی در این کشور رد کردند. روز گذشته یک تبع ژاپنی در شمال بنگلادش به ضرب گلوله کشته شد که در یک پروژه مزرعه‌داری در بنگلادش فعالیت داشت. چند روز پیش از این حمله نیز یک امدادگر ایتالیایی در داکا پایتخت کشته شد. نخست وزیر بنگلادش گفته است که این 2 قتل از الگوی مشابه پیروی کرده که انگیزه‌های آن اختلافات سیاسی داخلی بوده است. بیننده های عزیز، برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر از این رویدادها به صفحه اینترنتی ariaranews.af مراجعه کنید. این بود سرویس خبرهای امشب. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.